یعنی علمای اهل سنت و جماعت هر کس حقش میتیند، حقیقت میگن. برای همین کتابچه‌ای که مدخلی ها دارد خونده برمدم ثنای علما بر بیل مدخلی، یگان نفر گفتگی نیست که عقیده خوب دارد، گفتگی نیست. جمله عقیده خوب دارد، عقیدش موافق عقیده سلف گفتگی نیست. گفتگی است آدمی عالم است، ربیل مدخلی عالم است، ربیل مدخلی محدث است، در علم حدیث متمکن است و غیر و غیر سخن ها گفتگی. یک آدم محدث بودنش این دلالت به یعنی و عقیدش درست بودن نمیکند. دلیل از کجا؟ مثلا امام نووی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، بنده یک زبس این ابو تکفیری را گوش کردم در باب شیخ ربیع مدخلی که این خیلی دروغ ها و بهتان های گفتگی هست. این جاهل ظالم فاسق میگوید که گویا شیخ ربیع را وقتی ما صحبت کردیم سخنهای عالم ها را نقل کردیم که عالم ها شیخ ربیع را تزکیه دادن، تزکیه های عالم های بزرگ را ذکر کردیم از علامه ابن باز و البانی و عثیمین و فوزان و مقبل و دیگر عالم ها، و همچنین گفتیم که این عالم ها تزکیه داده است ایشان را در مسائل اعتقادش و کسی این را از عالم ها، حتی شیخ عالم های کلام میگویند کسی شیخ ربیع را رد کردگی نیست. حتی شیخ صالح الحیدان میگوید من کدام عالمی را نمیدانم از عالم ها که او را برحذر کرده باشه از او یا از کتابهاش یا اینکه از او را مبتدع و گمراه خوانده باشه. خب به هر حال این چیزها را گفتیم. اما ابو تکفیری وقتی سوال کرده میشه که ربیع مدخلی کیست، این جاهل میگوید که ربیع مدخلی اولش میگه جهمی هست. این ظلم عظیمه نسبت دادن به جهمی که مگر اینقدر عالم های در عالم اسلامی بوده این را نشناختن و تو ای جاهلی که اصلا یمین را دست راستت را از دست چپ فرق نمیکنی و با خیانتکاری و دروغکاری مشغول هستی، با دروغ ها و خطاهای اعتقادی داری، گناه های کبیره را مثل خوارج کفر میدانی، مثل ترک حجاب کفر است گفتی و توحید حاکمیت را در دین اضافه کردی، چیزهایی در دین اضافه کردی که جایز نیست اضافه کردن او. خب به هر حال این ابو تکفیری میگوید که شیخ ربیع را عالم ها تزکیه هم داده باشند، نگفتیانش که عقیدش صحیح است، نگفتیان که مثلا منهجش خوبه، فقط گفتیان رجل فاضل، آدمی با فضیلت های، متمکنی در علم حدیث های، محدث های. همین خیلی میگوید، خیلی که آوازش شنیده و میشنوه. این احمق کذاب دروغگو هست. میگه من کتابچه را خواندگی هستم، کتابچه را خوانده. تو کذاب دروغگو با کدام چشمت خواندی؟ تو خواندی مگر اونها گفتن که طاق محدث است، آدمی خوبه؟ جاهل احمق. و همچنین میگوید اخوانی بود، سلفی شد، علمای کبار اهل سنت میگه را برحذر کرده است. علمای کیوارش همون خالد غامدی را میگه، سبحان الله، همون نفری که نووی و ابن حجر و قرطبی را کافر گفتگی هست، حدادی غلات حدادی هست. و همچنین علی خدای نقل میکنه که بیچاره هست، میگه علامه عصر همین آدمه. علامه عصر میگه صدها کتاب نوشتن، دروغ میگه، 10 کتاب نوشتندگی نیست. علی خدای 10 کتاب نوشتندگی نیست، رساله‌های میدک داره. به هر حال از یا 6 در زندان سعودی هست، اون متمکنی در علم هم نیست، میگه مثل علم فوزان داره، دروغ میگه، کذابه. به هر حال این کذاب دروغگو هست و میگه ربیع مدخلی ایمان را طاق قول میگه، عمل از ایمان نمیدونه، میگه کذابه. من 6-7 نقلی از شیخ ربیع نقل کردم که میگه ایمان قول عمل و تصدیق است و کسی همه عمل اصلی عمل جوارح ترک کنه کافرش میگویم. اما این جاهل طاغوت پرست است میگه. خب به هر حال خیلی که گفتیم، هر کی داعشی نیست، هر کی ابو تکفیری را رد کنه، هر کی این تکفیری را قبول نداشته باشه، او طاغوت پرست است، او مثلا مرجئی هست، او جهمی هست. خب به هر حال بنده خواستم که اکنون در همین باب دقیق صحبت کنیم. اولش این که این میگه اول اخوانی بود، کذاب دروغگو است. شیخ ربیع میگه من در حیاتم یگان بار اخوانی شیدگی نیستم، خیلی در اکران میبینه. و دیم این که میگه یک طایفه به نام مدخلی کشاد، طایفه حزب، دروغگو هست. گفتیم بارها که طایفه مدخلی کی هست، چی اصول داره، چی اصول و چی قاعده داره و کدام عالم ها، آیا عالم ها میشناسن طایفه به نام مدخلی؟ این کذاب تا حال جواب داده نتونسته، از جوابم نمیتیه و به نام خودش شناخت مدخلی گفته فرقه صحبت ها میکنه. همه طایفه های اهل بدعت ذکر میکنه در عصر
به غیر داعش، ایگیل که خطرش از همه سخت است، طالبان، القاعده و ایگیش که خطرش خیلی سخته. چرا این خارجی ها را، این مثلا داعش خوارج اصلا اشاره نمیکنه؟ او آیات هایی که میخونه در باب برحذر کردن از اهل بدعت، از اهل اهوا، بیان کردن حق، و اون حدیث هایی میخونه، اون اقوال سلف میخونه، مگر داعشی خوارج ابوبکر بغلاوی را شاگرداش و پیرواش و مریداش مگر در این آیات ها و در این حدیث ها داخل نمیشوه؟ ای ابو تکفیری، وقتی عالم های جهان اتفاق کردن که داعش از خوارج است، از عالم های اهل سنت زاهدان و عالم های مصر و جزایر و تونس و سودان و همچنین تمام عالم های سعودی است، مفتی و لجنه دائمه و صالح لحیدان، عبدالمحسن عباد 4 رساله چند صفحه نویسندگی است در اینکه داعش از خوارج است، ایگیش از خوارج است، از اهل سنت و جماعت نیست. این هیچ اشاره نمیکنه، در شناخت مدخلی صحبت ها داره. این جاهل احمق تصور کرده است که یک طایفه به نام مدخلی هست و ثانی گویا همین طایفه را محاکمه داره، اما خیلی بگوی به دلیل حجت و برهان که اونها اصول های داشته باشند و اونها یگام طایفه باشد در حقیقت به خودش مؤسس داشته باشه، راهنما داشته باشه و پیرو داشته باشه، اگر این کار کنی مدخلی هستی، اگر نکردی مخرجی هستی. ما اولش از همه طایفه ها بیزار هستیم، اگر رفت طایفه به نام مدخلی هم که باشه از اون طایفه هم بیزار هستیم. خب برادرها، اکنون این کتاب های عالم های اهل سنت، کتاب های سخن های عالم های اهل سنت و الجماعت در نسبت شیخ ربیع مدخلی. خوب کو اکنون کد عالم ها او را میگن محدثی آدمی خوبه، با تقوا و با آداب و با اخلاق است، یا اینکه میگن اهل سنت و الجماعت هست. خوب اکران را خوب نگاه کنه. در اینجا از بعضی عالم ها را نقل میکنیم، البته خیلی زیاد هست لیکن بعضیش نقل میکنیم. یک از اینها علامه عبیدالله رحمن مبارکفوری هست، صاحب کتاب مرعات المفاتح شرح مشکات المصابیح. به هر حال عالم کلان است، محدث کلان، و شیخ ربیع را در علم حدیث اجازت داده است. مثلا میگوید که عالم النبیل الفاضل الجلیل شیخ ربیع ابن هادی. خب در اینجا بعد ثانی در بابش نقل میکنه، خیلی که در اکران میبینه. و ثانی میگوید فقط وجدته، یافتم میگوید شیخ ربیع را ذا علم غزیر و فضل کبیر، علمش خیلی بسیار است، با فضیلت است، صاحب فهم سلیم، طبع راست داره، على طريقة السلف الصالح اعتقادا وعملا، به طریقه سلف صالح است، از روی اعتقاد، از روی عمل. خب نگفت که مثلا طاقه محدثینی سلفی هست، سلفی صالح پیروش است، هم در اعتقاد هم در عمل، متابع کتاب و سنت است، نصرت دهنده کتاب و سنت است، دفاع کننده از کتاب و سنت است. خیلی به اهل بدعت، اهل اهوا سخته، سختگیره. درست میگه، اهل بدعت خوارج همو خوب بیان کرده است و همچنین اخوان المسلمین و سید قطب و خطاهاش و اینوایش همین بیان کرده است. خب یکم علامه مبارکفوری بود. دوم شیخ ابن باز هست، علامه ابن باز چخیلی که در اکران میبینی. خوب اهمیت ای ابو تکفیری میگد آره عالم ها تزکیهش داده هستند که ربیع مدخلی میگد یکی از عالم های حکومت های، بزرگترین عالم حکومت های، کارگر حکومت های. میگه برای همین اولش که دروغ میگد، لیکن به هر حال کو عالم ها میگن چیش میگوین این علامه امام ابن باز است، علامه کلان امام ابن باز. وقتی پرسیده شد از شیخ ربیع مدخلی و محمد امان جامی یا گفتنی فرقه هست، ولی اون محمد انصاری طایفه جامی و مدخلی ساخته پیش خودش، اونم ساعت ها صحبت داره به دلیل و به برهان، ولی اونم شاید ان شاء الله جواب تیم. به هر حال کو چی میگه در حق شیخ ربیع مدخلی و محمد امان جامی؟ خب شیخ ابن باز میگه شیخ محمد امان جامی و شیخ ربیع مدخلی کلاهما من اهل السنه، ارز از اهل سنت و جماعت. یا گفت محدثه، آدمی فاضله، آدمی با فضیلت، آدمی بهتره، آدمی با اخلاقه. نه، کلاهما من اهل السنه و معروفان لدي بالعلم والفضل والعقیده الصالحه. معروفه میگه در نزد ما با علم و با فضل و با عقیده صالح، عقیدهش صحیح هست. و خلاصه کلام بعد محمد امان جامی را سال وفاتش میگه و میگه فاوصي بالاستفاده من کتبهما، وصیت میکنم میگه با استفاده بردن از دو کتاب این دو نفر. خوب و همچنین بار دیگر شیخ ابن باز میگه شیخ ربیع من خیارت اهل سنت، یکی از بهترین اهل سنت و جماعت است و معروف است که میگه او از اهل سنت های، مقاله هاش و کتاب هاش میگه معروف های در این باب. و همچنین علامه ابن باز میگه سیم سخن میگه که و شیخ های ما معروف است میگه در مدینه منوره خای عقیده خوب دارن، از اهل سنت و جماعت هستند، مثل میگه شیخ محمد امان جامی
و مثل الشيخ ربيعي مدخلي، مثل الشيخ محمد أمان جامي ومثل الشيخ ربيعي مدخلي ومثل الشيخ صالح السحيمي و دیگرها را ذکر میکنه. اینها میگد همشان عقیده اهل سنت و الجماعت دارن، در عقیده اهل سنت و الجماعت مشکل ندارن. لیکن دعات اهل باطل از حزبی ها و دیگر طایفه ها، لیکن دعات الباطل من اهل الصید المکر، اینها خیلی مردم میگد تشویش میاندازن، اهل باطل یعنی. خب سیم سخنی شیخ ربیع هم، شیخ ابن باز در حق شیخ ربیع هم میخیل است، در اکران هست، در چی بس اینها همش به آوازش هست. لیکن اینها وقت زیاد میگیره هر یک تیره آواز کردن، آوازش هم ماندن. خب این بود دوم شیخ ابن باز بود، الله رحمتش کنه. سیم شیخ کی هست؟ شیخ البانی هست. دوم کسی که تزکیه داده است شیخ ربیع را، این شیخ البانی رحمه الله هست که پرسیده شد از شیخ ربیع، شیخ ربیع کی است؟ میگد که در حق شیخ ربیع میگد این آدم میگد از اهل سنت و جماعت است به منهج سلف صالح و نمیگد که محدثی تقاه. خوب و میگد در حق این دو شیخ، یعنی یک شیخ ربیعی یک شیخ مقبل که هر دعوت به کتاب و سنت میکنه، اینها میگن با اونسی که سلف صالح بود و مخالفت کسانی که مخالف اهل سنت و جماعت هستند اونها را با اونها میجنگن. خوب اکنون بدگویی اینها میگد، بد گفتن این دو کس میگد، همین شیخ ربیع و شیخ مقبل بدگویی میکنه مثل این ابو تکفیری، اما من جاهل او صاحب هوا، کسی که جاهل یا صاحب هوا هست. فکر میکنیم که در این ابو تکفیری هر دش است، ابو تکفیری هم جاهل بی سواد یا هم صاحب هوا پرست. این تامون طاغوت شمون ایگیشی ها و ایگیلی ها و حدادی ها هست، طاغوت پرست این. خب خلاصه کلام شیخ ابن البانی چی میگد؟ میگد هر دی اینها معروف هستند به سنت و ثانی باز نقل میکنه. و همچنین دیم سخن شیخ ابن البانی رحمه الله میگد که کتابات شیخ ربیع هیچ خطای یا اینکه خارج شدن از منهجی که ما هستیم میگد هیچ چیز در او دیده نمیشوه. و همچنین میگد بردارنده بیرق جرح و تعدیل، صحیح و ضعیف میگفتگی، قبول و مردود میگفتگی از آدم ها در این عصر میگد به حق شیخ ربیع هست. و کسانی که میگه با او رد بتیانش میگد به علم رد داده نمیتونه. رنگ ابو تکفیری صحبت میکنه به علم نیست، بلکه از پیش خود چی گفتن میگیره. میگد کسی که به حق به دلیل حجت رد میداده گیرنگو نیست. والعلم معه، علم میگد همراه شیخ ربیع مدخلی است. خب دیگر عالمی که هست در اینجا علامه ابن عثیمین است، چنانه که در اینجا هست علامه ابن عثیمین سوال شد که اما به نسبت شیخ ربیع میگد فلا اعلم عنه الا خیرا، نمیدونم میگه مگر خیرا. و الرجل صاحب السنه و صاحب حدیث، این آدم میگه صاحب سنته، یعنی از اهل سنت و الجماعت است. خب مگر گفت که تو محدثه؟ ابو تکفیری جاهل که با دروغ تو روز پیش میبری. خب به هر حال و همچنین دیم بار میگه که ما میگه وفق الله سبحانه و تعالی موفق میگه برادری ما را، این با راه سلفیت است، در راه سلفیت است. خب وقتی که سوال کرده می شود که آیا جایزه کتاب های شیخ ربیع را خواندن، شیخ چی میگه؟ میگه این سوال احتیاج نداره. همچنین که امام احمد از اسحاق ابن راهویه پرسیدن که اسحاق ابن راهویه آدمی خوبه، حضرت امام احمد گفتن که مرا گفتن از اسحاق بپرسه، نه اینکه اسحاق از من بپرسه. یعنی اسحاق از من بپرسه که من چخیلیم در نزد اسحاق. یعنی شیخ ربیع را خیلی بزرگ میدونه شیخ ابن عثیمین، علامه بزرگ، علامه این عصر، و همچنین سخنهای زیاد داره. و خیلی خلاصه کلام باز سوالش میکنن که گویا که شیخ ربیع حاکم ها را مدح میکنه، خیلی که میگه طاغوت پرست است، گویا نفاق است. شیخ میگه نه این غلطه، میگه خطای بزرگه. میگه شیخ ربیع میگه از علمای اهل سنت و از اهل خیر و نیک است، عقیدته سلیمه و منهجه قویم، عقیدش سلیم است و منهجش قویم، درسته. میگه خب این ابو تکفیری نمیدونم که حتی ابن عثیمین چی میگه، علامه بزرگه. این ابو تکفیری یا که خالد غامدی هر جاهل گوش نکنه، بلکه چی میگه؟ میگه شیخ منهج شیخ ربیع چه است. میگه شیخ چی میگه؟ ما اعلم انه مخالف. ابن عثیمین میگه من نمیدونم که این شیخ ربیع اهل سنت یگان چیز مخالفت کرده باشه. شیخ ربیع عالم های عصر معاصرین میگه تزکیهش داده هستند و ما اعرف عنه الا خیر، ما از او چیزی نمیدونم میگه بجز خیر. این بود عالم دیگر علامه ابن عثیمین. و همچنین سخن شیخ صالح فوزان هم میخیل است، عالم دیگر صالح فوزان است. خب صالح فوزان هم مدحای خیلی زیاد داره.
خب با اون کسانی که میگن منهج اهل سنت و الجماعت بیان کرده هستند در کتاب منهج انبیا در دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی، منهج پیغمبرها را بیان کرده است میگه و همچنین مذهب های مخالفی منهج پیغمبرها را بیان کرده است. به حد کتاب خوب است میگه کتاب شیخ ربیع. و همچنین شیخ فوزان میگه که عالم هایی که خیلی در دعوت خوب هستند شیخ عبدالمحسن عباد است، ربیع ابن هادی المدخلی، صالح سحیمی و محمد امان جامی و مسار اینها، راه اینها میگه راه صحیح است. خوب خلاصه کلام خیلی تعریف های زیاد میکنه و در دوامش این خیلی دراز است. اگر هر یه ما بگیم خیلی وقت بسیارتر میروه. خوب برادرها خودشان اکران را عربی میدونستگیش از اکران ببینه. و دیگر عالمی که در اینجا هست علامه مقبل هست. علامه مقبل هم خیلی تذکر داشت از عالم های معاصر. خب شیخ میگه که شیخ ربیع مدخلی خیلی آدم ها را خوب میشناسه. خب در اینجا میگن که آیا ربیع مدخلی از اخوان المسلمین است؟ شیخ خودش میگه نه. در اینجا حاشیه هست که آیا من قطعی اخوان المسلمین بودم یا زمانه؟ آره میگه بودم، لیکن به خاطر اصلاح و تربیه قطعشون بودم، نه اینکه به عقیده اونها بودم یا این وجه. خیلی در حاشیه ذکر کرده است. خب و همچنین شیخ مقبل میگوید در دوام سخنش در اینجا خیلی مدح های زیاد داره و تعریف زیادش میکنه و همچنین یکی از عالم های معاصرین که خیلی خوب است میگوید شیخ ربیع هست و شیخ ابن باز هست، خوب، و شیخ البانی هست. خوب خلاصه کلام عالم های اهل سنت و جماعت خیلی تزکیه داده است. یکی از عالم هایی که همچنین شیخ ربیع را تزکیه داده است علامه محمد ابن عبدالله السبیل است. عبدالله محمد سبیلش میگن، امام حرم مکی شریف، خیلی عالم کلال است. میگوید که و در باب شیخ ربیع میگوید در علوم سنت خیلی قوی هست، از عالم های معروف است. خب به منهج سلف صالح، به منهج سلف صالح و دفاع کردن از عقیده سلفی صحیح و رد کردن اهل بدعت، اهل اهوا، یعنی خلاصه کلام در اینجا میگه از اهل عقیده سلف صالح داره و دفاع از عقیده سلف صالح میکنه. منهج سلف ده میگه، نمیگه تنها مثلا چی است، تنها محدث است یا آدم با برکت است. و همچنین میگه کسانی که بهترین آدم هایی که هست دعوت به سنت میکنه، تمسک به سنت چنگ زدن و کسی در حقش نمیگه میگه مگر آدمی که صاحب هوا هست. بله این ابو تکفیری صاحب هوا و هوس است و اهل احزابی هستند که به حزب خودشان دعوت میکنه. عقیده شو خلاصه کلام که عقیده سلفی است میگه و اینها میگه از بهترین آدم ها هستند. و دیگر عالمی که در اینجا ذکر میکنیم و عالم ها خیلی زیاد هستند. عالمی که ذکر میکنیم شیخ راجحی هست، علامه راجحی الله رحمتش کنه. در اینجا میگوید که در باب شیخ ربیع شیخ حضرت شیخ عبدالعزیز راجحی است، عالم کلانه که پرسیده شد که بعضی آدم هایی که به منهج سلف چنگ میزنن میگن این جامی هست، همچنین مدخلی و از شیخ ربیع و شیخ نجمی و زید ابن هادی مدخلی و غیرها از اهل علم برحذر میکنن. شیخ چی میگه؟ القاب میگه لقب ماندن، میگه چیزی را تغییر نمیده. لقب تو ماندن، مدخلی، جامی، جهمی، چیزی میگوی مهم میگه گفتن بگی مهم همینه که اینو خیلی انسانی بزرگ است، میگه معتقدشان سلیم است، اعتقادی خوب دارن و از اهل سنت و الجماعت است، هیچ غبار و چنگ در اینها نیست، بلکه اینا از اهل سنت و الجماعت. همچنین در کتاب میگن فکر شما در باب کتاب ها و زپیس های شیخ ربیع چیست؟ آیا با کتاباش خواندن و زپیساش گوش کردن و نصیحت بکنه؟ میگه آره، میگه آره کتابهاش و زپیساش در او کتابهاش و زپیساش هیچ چیز نیست که انتقاد و نقد و طعن زده شوه، همش میگه خوب است، کتابهای خوب و مفید داره. این بود سخن عالم ها و دیگرها شما نقل نمیکنیم. همچنین شیخ محمد عبدالوهاب بنا و زید مدخلی و صالح سحیمی و صالح لحیدان و عبدالمحسن عباد و یعنی خلاصه کلام عالم ها خیلی زیاد هستند. خب یگام عالم در همین جا گفت که عقیدهش غلط است، یگام عالم گفت که مثلا منهجش باطل است، اما ابو تکفیری میگه ایمان به عمل میگه صحیح میگه، دروغ میگه و همچنین میگه طاغوت پرست است. شما سعودی را وقتی عالماشا که ابن سیمین قطعی ابن باز و البانی کافر میدونه و حکومت چه طاغوتی که میدونه، مقصود تو نمیه که شیخ ربیع شاید دفاع از حکومت سعودی و حاکم سعودی کرده باشه، در نزد شما طاغوت شده است و الا شما هم عالم را همین خیلی طاغوت پرست میگه. این بود مختصر در این باب.